سلام علیکم، خوش آمدی برادر به برنامه حق و باطل. امیدوارم که خوب و باشی. علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله ان شاء الله شما خوب باشین. پیروزی نزدیک ان شاء الله. ان شاء الله. همین نفر که صحبت رو هست تو است. شما همون یک لحظه میفرستین خب وقتی ده کلام گپ میزنه به عقل دمومنش گپ نزن آخه تا که جواب تو صبر کبر بازی میاد نوبتت میاد. خب برادر خوش آمدی به برنامه حق و باطل. امیدوارم که خوب باشین و موضوع امروز را البته آگاه هستی. برادر بهروز سلامت باشین. تشکر. بله من در جریان موضوع خب هستم. آیا میخواهی وارد بحث قطعی همین؟ اویت الله. خب بفرما. بله آیا بله. خب بفرما برادر بهروز. خب این آدم دعوا داره که در تاجیکستان حقوق انسان پایمال نمی شود. شروع کنین از زمین. شما چی گفتنی؟ خب خیلی برادر خوب. بهروز اویت الله سوال داشته که خانم تو حجاب میپوشه یا که نمیپوشه؟ الحمدلله میپوشه. خانوادهت نمیپوشه. مادرت خواهرت اینو حرف نمیپوشه. زیاد نه. سوال به من سوال میکنم. بس تمام. بعد اوست من میگردیم منظور بعد دیگه سوال حرف جواب. من زیاد جواب نره. دادم. تمام جواب بگو که بله درست. تمام. ایت نمیپوشه، بابیت نمیپوشه، افید نمیپوشه، محمد نمیپوشه. هیچ چی گپای. گفت که اویت الله. همسر تو حجاب میپوشه؟ بله میپوشه. تمام. باز دیگر سوال بیا. اویت الله. اینجا از وقتی که موضوع نقض حقوق انسان در تاجیکستان میروه، خانم تا گفتی که حجاب میپوشه. همین حقوق پوشیدن حجاب یا حق انفرادی خانم تا هست. درست است یا که نه؟ پوشاک اسلامی میپوشه، یعنی که سطر میپوشه. سطر محکم است. فرقی نمیکنه سطر میپوشه یا که چادر میپوشه یا که نمیدونم برقع میپوشه. این حق اونه. المهم که میپوشه و حقوق اونه. یکی حق انفرادی شه. سوال گوش کن. در همون پاسپورتی که برای خانومت گرفتگی، چی داخلی باشه چی خارجی، همون عکس خانومت با حجاب یا که به حجاب؟ با رومال. پارتاش نمی جمع مونشده. ما ایرمال حرف نزستم. با حجاب یا که به حجاب؟ حجاب اگر لباسای ترکیه گفتنی باشی و همون رومالایی که بچه آیت باور که کن با قطیتم بازا نمیکنه. چرا سوال گو او رومال هست که نه خیلی طوری سرد میبندیش نمید موهات هم میتوا، گوشات هم میتوا، گوشوارات هم میتوا. رومال نه موش تمام. نه صبر کن. گوشش نمیتوا. خب بیا دلشی پیش. غاز روش تمام. دلشی پیش. ببین گپی زیاد گپای نامعقول نزن. هدف رعایت برادر. همین صبر کنی. تو داری یا نوبتت میرسه بیو که من برسم به هم منظور من چیه برسم به همونجا. وقتی که پوشیدن حجاب سوالی من جواب بده. صبر کن خیلی با میرسیم. تو صبر کن. صبر کن. همین جمله ما تموم نشده ولی من حقوق بسیار که نپرسیدم. حرف بسیار که نپرسیدم. فقط یک موضوع دست صحبت دارم. همین پوشیدن حجاب حق خانم مسلمانی تو است. این حق با چی خاطر در عکس گرفتن روی همون شناسنامه تاجیکی یا که خارجی حکومت تاجیکستان از این شهروان میگیرن میستانن؟ در یگان جا نمیگیرن. روی مال سفیدی تاجیکی قطعی بگیر محکم کن. دروغ نگو. ما هم شهروند تاجیکستانه و ما هم در تاجیکستان بزرگ شدگی. برادر بهروز یک نفر. بله برادر بهروز سوالی من جواب ده. صبر که خب برادر بهروز یک لحظه. خب شما برادر رمضان راسینیان در تاجیکستان آیا وقتی که یک انسان پاسپورت میگیره، پاسپورت زگرم پاسپورت، آیا او را مجبور میکنن که حجاب از سرت بگی و رومال بگی؟ در شما چی گفتنین؟ این میگه که تو دروغ میگوی. برادر بهروز میگه دروغ میگوی. خب برادر بهروز دروغ میگه. شما چی میگین؟ میکروفون تو بگشین که صدای شما را بشنوه. گوش که بله برادر انا آیت الله است کی است؟ گوش کن. من از منطقه وروخ وقتی که ما عکس میگیریم با پاسپورت میریم قشلاق چورکو. فهمیدی؟ در قشلاق چورکو وقتی که ریش داری کم در مردو ریش میتراشی. زنو سطر داره، رومال داره.
100% میگیره، موی سر این نمود میکنه، فقط موی سری لوش سری لوش. بس تمام. خب روی مال تاجیکی روی مال اجازت نیست، روی مال اجازت نیست، شبکی اجازت نیست، روی مال اجازت یک لحظه باید صبر کن. این خیلی کم تر ترتیب داخل شود. خب بفرما. این برادر که دروغ میگفته است بهروز، ما 3 نفر دیگر قبول کردم که در استودیو اونها گفتن که گپ این برادر را تصدیق کردن. تصور کنن حاضر اگر ما از تلفن قبول میکنم، از تلفن ایمو، این که اگر بگوی که اینا از ما باشن، از ایمو قبول میکنم. سلام علیکم کسی که در ایمو تماس گرفتگی. تا همینا یک بار. و علیکم السلام. یک لحظه شما صبر کنید. برادری که در ایمو تماس گرفتگین آیت الله دعوا داره که در تاجیکستان مجبور نمیکنن وقتی که زگران پاسپورت میگیری مجبور نمیکنن زنک رومال تاثرت بگی، یعنی حجاب تاثرت بگی. آیا همین را شما تصدیق میکنین؟ و برادر بهروز میگه که در تاجیکستان مجبور میکنن. کدام اینها درست میگه؟ شما چی گفتنین؟ اکا حسین من خدمت مودان به یک سوال داشتم. اگر مودان سوال مرا جواب بتکو من خدم طرفدار رحمان میکنم به شرطی که مودان سوال مرا جواب بده. بس یک لحظه شما سوال این شما در سخن ما شما جواب بگین. این آدم میگه که در تاجیکستان مجبور نمیکنن که ریمول اثر بگی. یک لحظه. و برادر بهروز میگه که مجبور میکنن. خب شما چی میگین؟ او گفت که بهروز دروغ میگه. شما چی میگین؟ اکا حسین بله. من یک همسری خدمتم، من یک وقت گفتم میکنم من یک کارمند جمعیتم. من همه آیت‌الله یک سوال دارم اگر این کنیت باشه بتونم. اینا بتیش. بازی برادر بهروز برمیگردیم. آیت‌الله برادر. آیت‌الله گبز آیت. آیت‌الله برادر. آیت. الو آیت‌الله. والله که بافکرم گریخ را. نه میکروفونش کشتگیه کسی زنگ زدگیان که نه تا گبزه نه خیل گبزه نه خیل توبتی. ای موضوع ببرو. نقپن. بیا خیب آیت بیا. در تاجیکستان بس یک لحظه. آیت صبر کن. آیت صبر کن. خب سوال بتی برادر کی در این تماس گرفتگی. آوازش نمیاد. اکای آیت‌الله برادرم. اکای آیت‌الله برادرم. اکای آیت‌الله برادرم. میشنوی؟ سوالش تکرار کن آوازش نمیاد. خدمت چی بعد دروغ میگی آوازش نمیاد. سوالش تکرار کن. اکای حسین. گبزن خای سوال تا بگو که او میشنوه. الو. خودت همه آدم که این همه هم گوش کن. همین بهروز و همون برادرایی که یک لحظه صبر کن. خب یک لحظه. برادری که در ایمو تماس گرفتگی بسیار ارلا سوال تونه بتین جواب داد نداد خداحافظیش میکنه مکن. آخه نمونده که گپ زنی. خب بیا گپ زن. من خدم سطر حجاب خاره مجبوری با مجبوری اماکی من خدم ناچال کنم مجبور کنم سطر خاره کارش کشیدم. خودت کار یک لحظه خودت کار کنی مقامات بدی. او امنیتی ولایت خاتلون دا کار کنه. значит خودت امنیتی ولایت خاتلون شما ببینین. کارکنی امنیتی بگیم ولایت خاتون خودت مجبوری از سر مردم گرفتی حجابه؟ مرا مجبور کردن که انامی کارا برا بکن. اویا چی میگوده ایگه؟ انام اویاتلو من آوازش به نام الله نشنویدستم. میگه که اینمی فهمیدم که کارکنی این میگه که من کارکنی اونمان حکومتم. او چه خیلی توازی نمیشنویدی هم همول میگه که من کارگری مقاماتم. آواز همه اولش نشنویدستم چی گفته زای. مشکلی داره همون اینترنت شما. میگه که من کارگری مقاماتی دولتی میگم در امنیتی ولایت خاتلون کار میکردم. در اوج مرا مجبور کردن که برای از سر مردم حجاباشون بکش بگی. اونجا بس یک لحظه آیت یک لحظه برادر در اونجا مشخص بود که اونجا لباس یا رنگش مشخص بود یا که رومال بود. یعنی چی را در نظر داشتن اینا؟ چی چیز از سر مردم بکش بگی؟ همین در سر
نفهم روی مال سفید کانتر در سرش میگن دختر یا در اینجا سر در سرش مال سفید دختر یاش از سرش سطر میبنده یک تاش من خودم برای خواهرم با پیشواز جناب نموندن مرا 2 سال بودن 2 سال مرا بردن مخکن که این عدالت در تاجیکستان که من خواهرم پیشواز جناب نموندم برای ما 2 سال مرا بردن سودیر ندیل کردن همین عدالت در تاجیکستان تو آیت الله برادر میگه که حق هست حقیقت هست میگوی یگان آدم حق پایمال نمیشه این ما برای خواهرم با پیشواز جناب نموندم رفتنی مرا 2 سال محکم کردن همین حق شنویدی نه چی گفت؟ خب برادر این صدای شما رو نمیشه. برادر بهروز خب بفرما صحبتمون دوام بدید. بهروز یک لحظه برادری که در ایمو تماس گرفته سطح دارن روی مال سفید میپوشن یا نمیپوشن؟ روی مال سفیدی تاجیکی لباسی عرف عادت تاجیکی میپوشن یا نمیپوشن؟ میپوشن میپوشن بله میپوشن. پس حقوق اونها پایمال نمیشید از درست؟ البته پایمال میشوه. هر کسی که با حجاب شناسنامه میگیره حق نداره پایمال میشوه بدون تحقیر لعنتی نگو. آخی میگه که میپوشن با میگه استغفرالله چه خیلی لعنتی ای انا که دیدی تحقیر کی شروع کرده ای بچه در خرب ادب تا ریویا که اعتراف کردی که هی خرب دایت ادب تا ریویا که لعنتی نه همین در خرب بدن اعتراف کردی که الان صحبت شروط گذاشته شد که تحقیر نشوه. الله لعنت کرده گوش که دروغو الله لعنت کرده. ای بچه تو الله لعنت کرده لعنتش گفتم. خب بدبخت مسلمان لعنت نمیکن. تو ما تو ایدین گفزان تو با درجه ما در سویه من نمیرسی بعدی تو یک جاهل احمق مطرح خوب میدونم شاید تو مرا نشناسی مطرح خوب میشناسی تو یک جاهل احمقی اما گپ این سر این میروه که در تاجیکستان حقوق زنان مسلمان حرفی زیاد گوش کن. ما مثل تو چاپلوس نیستم. ما جان در سر پا میتونم و مثل تو سرخواه نمیکنم چاپلوسی نمیکنم. گوش کن تو یکی حقوق زنایی که مسلمان که پایمال میشن اینه که با حجاب شناسنامه گرفتن نمیتونن، با حجاب دانشگاه خواندن نمیتونن، با حجاب کار کردن نمیتونن، با حجاب حتی همون زکس کردن نکاح کردن نمیتونن. تو کی را دروغ میگی؟ تا از کدام منطقه گپ زدی؟ تا کدام کنج دنیا حرف زدی؟ تو در جا برا دروغ گو چاپلوسی که تو منافقی که نفاق تا نشان تا که ندونه مردم. این دولتی همه مردم های دولتی هم 9 میلیون های. وقتی که سرقانون اجازه میده دین حقوق انفرادی را میکنه، دین نصرانیت پیدا میکنه. هر کس میخونه حجاب میپوشه، هر کس میخونه نمیپوشه. پوشیدن لباس اختیار هر شخصه. باید سرقانون کفالت میده و از این حمایت میکنه. اینکه حتی همون سرقانون خودش حقوق همون سرقانون نقض میشه. چی رسد به حقوق مردم؟ بله همون سرقانونی که باید از مردم حمایت کنه حقوق همون خودش پایمال میشه. برادر بهروز یک لحظه خب بفرمایید شما چی میگن؟ الو گبزم وقتی که خانوادگیشون با سطح نکاح کردگی باشن پس چی میبوره دروغ میگن؟ چه خیلی نفهمیدم. این دروغ نیست. ما سما آواز گپ دبولای میراکی اینجا گپ دای میراکی حتی موضوع بیرون نره دور نره. گپ دای میراکی یک زن مسلمان با حجاب میتونه شناسنامه گیره که نمیتونه و این حق انفرادی و حق دینیشه. میتونه یا که نمیتونه؟ البته نمیتونه. و اینا همون 9 میلیون مردم تاجیکستان میدونه. چی باید نتونه؟ سوال دادم که اولین خانواده هشت به ادب 8 شناسنامه بدون حجاب گرفتگی. 8 شناسنامه بدون حجاب گرفتگی. تو کی را دروغ میکنی؟ 8 تا شناسنامه تو کجا گپ میزنی؟ بدون حجاب فهمیدی؟ دموکراسی های
وقتی که دولت دموکراتی ما 11 سال در اروپا زندگی میکنیم 11 سال تمام دولت اروپا را میدون دونه به دونه حرف به حرف تمام دولتاشا وقتی که دولت دموکراتی بگذار مردم خب برادر بهروز بگذار که مردم حقوق مردم بگذار آوازت بسیار قطع وصل میشه و من نمیدونم به خاطر چی شاید مشکلات اینترنت باشن به هر صورت آوازتون انا در آخر صحبت ها کم و بیش قطع وصل میشیدن ما فکر میکنیم قطعی بگیم صحبت بگیم بحث کردن هم اصلا و هیچ فایده هم نداره واقعا این کوشش میکنه که موضوع بکشه به یک جای دیگر ببره نه سواد اسلامی واقعا داره نه سواد دنیوی داره اینجا گپ دایه کی این گپ دایه بردار چی گپ دایه کی یک نفر یک وزیر یک نفر کوچگی نه یک نفر در سطح وزیر فرهنگ وزیر اقتصاد نه وزیر فرهنگ وقتی که میبرویه یک مردم مسلمان تحقیر میکنه میگه ما از این خانوما حجاب دارا میترسیم بو میکنن